مهم نیست کی به صدام گوش میده، مهم اینه که یکی گوش میده. عمیق‌ترین لایه‌های درونیمو که میکاوم با زنی مواجه میشم که به زیست سبکسرانه خودش ادامه میده. زنی که رها کردن شیوه مطلوب زندگی اونه. کولی رهای خانه به دوشی که هیچ جا رو برای اقامت طولانی مدت به رسمیت نمیشناسه. زنی که دربارش حرف میزنم به قدری شیفته رفتن، نموندن و بی‌تعلقیه که گاهی خیال میکنم این من نیستم که اونو با خودم همراه میکنم. اوست که مرا به دنبال خود میکشه. با وجود چنین زنی که سر بزنگاه حاضر میشه و سرزنشگونه لبخند میزنه و میگه مگه نگفتم رهاش کن بره؟ زن دیگه ای در من در تقلای سنجاق کردن خودش به امور مهم و بدیهیه تا موندن و بودن و تمرین کنه. همون زمانی که چیزی از وجودم و بند علاقه‌ای، مسئولیتی، خواستنی و کاری بر حسب وظیفه میکنم، همین زن اول خوشباش و آزاده که از دور به تماشا میسته و به کنایه میگه قرار نبود اینطور باشه. من خوب میدونم که قرار نبود اینطور باشه. از طرفیم همه زندگی تو رهایی، رفتن و بی‌تعلقی نیست. زندگی و تمام رنج‌های حاصل از زیستن زمانی معنا پیدا میکنه که تو دل و جون در گرو امر مهمی باشه. برای معنا یافتن باید تعلق و تجربه کرد. باید لحظه های سخت متعهدانه رو تاب آورد. چرا که زندگی گاهی دو دستی تقدیم کردن آزادی های فردی و به چالش کشیدن های خودت برای امری مهم در راستای تعهده. من برای رفتن رو لبه تیغ زندگی که به هیچ کدوم تمایل نداشته باشه اما بخشی از تعهد و آزادی توامان رو هم با خودش داشته باشه روزهای زیادی جون کندم. با این حال خواسته عمیق قلبیم تو روزهای گذشته گوش دادن به صدای اون زن سر به هوای درونم که مدام نهیب میزنه رهاش کن بره. راستش خستم، حتی زیادی خستم و چیزی که این روزها تمام و کمال اون رو میخوام رها کردن و گوش کردن به توصیه زن آزاد درونمه.